آدمایی که جیغ لباس میپوشن یا با طنازی و کشدار صحبت میکنن یا یه نوع خاصی راه میرن که باعث بشه دیگران بهشون توجه بکنن، مرکز توجه باشند و اگر مرکز توجه نباشن حالشون خوب نی، افسرده میشند، دارای اختلال شخصیت نمایشی هستند. از اسمش مشخصه دیگه، اختلال شخصیت نمایشی یعنی کمبود توجه دارن، دوست دارن معرض توجه، مرکز توجه باشن. اگه دوست داری در مورد اختلال شخصیت نمایشی بیشتر بدونی، حتما این ویدیو رو با من باش، چون قراره در مورد علائمشون، نوع رفتارشون، چطوری درمان میشن و اینکه چطوری ما باهاشون باید رفتار بکنیم میخوایم صحبت بکنیم. من علیرضا یوسفی هستم، ارشد روانشناسی بالینی. این ویدیو رو تا انتها با من باش و لایک و سابسکرایب یادت نره. خب ببین، من علائم و سبک رفتاریشون رو همزمان با هم میگم. کسایی که اختلال شخصیت نمایشی دارن تمایل وافری به اندام نمایی دارن، دوست دارن با اندامشون جلب توجه بکنن برای جنس مخالف. برای همینه اینا عجیب غریب راه میرن یا جیغ لباس میپوشند. مثلا لباس آسین کوتاه تنشون میکنه، لباس کوتاه تنشون، نه آسین کوتاه صرفا، منظورم خیلی دیگه بدن نما لباس تنشون میکنن. اینا دائم دوست دارن حرف بزنن، ابراز نظر بکنند، ابراز سلیقه بکنن، ولی وقتی نگاه میکنی میبینی پوچند، مفهومی نداره، سطحی صحبت میکنن، چون اینا دنبال ارضای نیاز خودشونند. اینا دنبال اینن که فقط بگه من بلدم، من خیلی کتاب میخونم. مثلا تو داری در مورد تلسکوپ فضای هابل حرف میزنی، نظر میده. داری در مورد لیزر اپتیک صحبت میکنی، نظر میده. ولی مسئله اینجاست مثل توتی اینا رو حفظ میکنه، 10 متر اونورتر همین حرفا رو به یه نفر دیگه میزنه، ولی جوری که انگار که خودش به این نتایج رسیده، انگار اینا نتایج خودش هستند. ببین، درسته اینا سطحی صحبت میکنن، ولی چون غالبا زیبارو هستن، خوشگلند، مخاطبشون جذبشون میشه و به حرفاشون گوش میده. اینا حتی اگر خوشگل هم نباشند، انقدر به خودشون میرسن، انقدر لباس خوب میپوشن، آرایشگاه میرن که بالاخره چشم نواز به چشم میاد. اصلا ضرب المثل جیب خالی پوز عالی مال ایناست. اینا حاضرن نون شب نداشته باشند ولی به خودشون برسند. ببین، علاوه بر ظاهر خوبی که دارن، اینا خیلی خوب میتونن صحبت بکنن، خیلی خوب میتونن بادی لنگویجشون رو کنترل بکنن و در معرض نمایش بذارن. نکته‌ای که باید بدونی، تمام کسایی که کارشون با مردمه، یعنی با نگاه کردن مردمه یا باید جلو دوربین باشند، مثل فوتبالیستا، بازیگرا، مثل خواننده ها، سخنران ها، اینها باید تریتی از یا رگه‌ای از اختلال شخصیت نمایشی رو داشته باشن. در نتیجه تریت یا رگه‌ای از اختلال رو داشتن نه تنها بد نیست، بعضی وقتا خیلی هم خوب هست. ببین، اینا خیلی سریع باید پسرخاله میشند، سریع بهت نزدیک میشند، اسم کوچیک تو صدا میزنن، کنارت میشینن، باهات شوخی میکنن، انگار مثلا 50 سال تو رو میشناسه. کلا به رفتارهای نمایشی و صمیمی علاقه دارند. To me. Overlight. حالا ما چطوری باید با آدمایی که اختلال شخصیت نمایشی دارن رفتار بکنیم؟ ببین، اگر عمر و حوصله اضافه داری، بشین قربون صدقشون برو، تعریف کن، تمجید کن ازشون، به به و چه چه بکن. ولی یادت باشه اینا هیچ وقت اقناع نمیشن، اینا هیچ وقت سیر نمیشن. شاید از تو زده بشن، شاید برن دنبال کس دیگه ای، ولی از توجه و مرکز توجه بودن سیر نمیشن. اینا رو عصبانی نکن. اینا وقتی عصبانی میشن عین بوردن لاین ها و آنتی سوشیال ها پایین شهر عصبانی میشن. اگه نمیدونی بوردن لاین و آنتی سوشیال چیه، ویدیوهای بعدی رو منو ببین، اونها هم اختلال شخصیتند. تو یک کلام بخوام بهت بگم، اینا وقتی عصبانی میشن کولی‌اند، سلیطند، یعنی یه جوری چشمشو میبنده
دهنشو باز میکنه، فوشایی میده که اگه اون ورا باشه از شرمندگی سرتو نمیتونی بالا بیاری. ببین فرق پسر نمایشی با دختر نمایشی تو عصبانی شدنشون تو دقیقا همینجاست. پسرایی که نمایشیان اول گرد و خاک میکنن، بعد یهو میبینن خب زورشون نمیرسه، نمیتونن کاری بکنن، یا فرار میکنن یا گریه میکنن. ولی دختر نمایشی اینطوری نیست. وقتی میزنه در عصبانی بازی، حالا گندلات اصلا خاورمیانه هم جلوش باشه، چنان شرفشو میبره، ناموسشو میاره جلو چشمش که اصلا دومشو میذاره رو کولشون، یارو میره. اینا رو هیچ وقت عصبانی نکن. و این که تا دلت بخواد اینا رفتارها و خودکشی‌های نمایشی دارند. یعنی چاقو رو میذاره رو شارگ دستش، 1 سانت میبره، ولی یه جوری رفتار میکنه انگار توپ تانک بهش خورد، انگار با اره از وسط نصفش کردی. برای همین 6 روز میره بیمارستان میخوابه. کلا اغراق دارن تو رفتارشون، بزرگنمایی‌های عجیب غریب میکنن. نکن. عوض میزنم لهت میکنم. عوض چه تو آمادته؟ وقتی به یه آدمی میگن برو از زندگی من بیرون، باید دومشو بذاره رو کولش، بره. اگر با این آدم تو رابطه یا میخوای باش ازدواج بکنی، یادت باشه تنوع طلبن. صابون اینو به دلت بمال. تنوع طلبه. مخارج اتینا و اوفیناشون در طول ماه بسیار زیاده. خیلی باید خرجشون بکنی. اینا یه کمد لباس دارن، یه کمد کفش دارن، یه کمد کیف دارن. پسرشون هم همینطورن ها. و انتظار رابطه عمیق و مفهومی از این آدم ها نداشته باش. اینا دریای بی پایان احساسند، ولی عمقش 2 سانته. هر چیزی که از هر مفهومی که وجود داشته باشه، چه انتزاعی باشه، چه احساسی باشه، چه عاطفی باشه، عمقش کمه. نگاه میکنی میبینی در مورد همه چیز حرف میزنه، ولی هیچ عمقی نداره، هیچ مفهومی نداره. خب اختلال شخصیت نمایشی چطوری درمان میشه؟ ببین یه نکته بی اندازه مهم الان اینجا بهت بگم. تمام خانوم ها باید تریتی از رفتار نمایشی رو داشته باشند. یعنی اگه نداشته باشه مشکله. باید لذت ببره از آرایش کردن، باید لذت ببره از اینکه در معرض توجه دوستان و اطرافیان عزیزانش باشه. در نتیجه اگر یه خانومی رو دیدی که به خودش میرسه، یا آقایی رو دیدی که به خودش میرسه یا خوب صحبت میکنه، نگو این نمایشی، اختلال شخصیت نمایشی داره. نه، بهت گفتم تریت های از بعضی از اختلالات بسیار مفید هستن. یه نمونهش همین، این که به خودشون خیلی خوب میرسن، خیلی خوب هم میتونن صحبت بکنن. ببین حتی خود من هم که الان روبروی دوربین هستم، تریت های از نمایشی رو دارم. چرا؟ چون باید بپذیرم بعدها 20 نفر 30 نفر ویدیوی منو میبینند. باید کشش این رو داشته باشم. کلا کسایی که کارشون با توجه مردم هست باید تریتی از نمایشی رو داشته باشن تا تحمل و کشش اون همه توجه رو داشته باشند. و اما مثل همیشه تمام اختلالات طیفند، از شدید، از ضعیف به شدید. اگر تو حیطه ضعیفش باشه میشه با روان درمانی کارایی بکنیم، اما اگر قوی شد و سن کیسمون مخصوصا خیلی بالا بود، خب طبیعتا اول باید دارو درمانی رو شروع بکنه تا هیجاناتش کنترل بشه، بعد بیاد روان درمانی. به این شکلی که با روی کرده مثل دیالکتیک، CBT و روانکاوی و حالا امثال اینها روی هیجانها کار میکنیم و بعضی از رفتارهای تکانششون رو کنترل میکنیم. اگر نیاز به روانشناس داشتی برو به سایت دیجی روانشناس، اونجا روانشناسای تخصصی در زمینه‌های مختلف داریم. یادت باشه جلسه اولت کاملا رایگانه تا تو با درمانگرت آشنا بشی، بسنجی و کارش رو ببینی. و اگر روان درمانگرت رو دوست نداشتی و نخواستی باهاش کار بکنی، باز میتونی رایگان با یه روانشناس دیگه جلسه برداری. تمام جلساتت ویدیو کاله. و در نهایت عزیزم تو 24 ساعت قطعاً 10 دقیقه فرصت داری که یکی از ویدیوهای منو ببینی و به شکل علمی و اصولی با علم روانشناسی آشنا بشی. سعی میکنم فاکتورها و علائم رو به شکل راحت بیان بکنم که بتونی ارتباط برقرار بکنی. ممنونم که برای سلامت روان خودت ارزش قائلی و حال دلت خوش.